زن به شوهر خود گفت تو مرا چقدر دوست می داری؟ شوهر در جواب گفت که تو بهشت منی. زن تعجبانه به شوهر باز گفت اگر من بهشت تو باشم، وقتی که مادری تو مرا سرزنش میکنه تو از من کم دفاع هم نمی کنی؟ مرد کمی سکوت کرد و گفت اگر مادری من به بالای تو برآید و تو را لگد کوب کند و تو را سرزنش کند و تو را زیر پا کند، من چیزی نمی گویم. زن گفت چرا؟ مرد در جواب گفت چون که بهشت زیر پای مادران است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.